رو میاریم به مسائل بین المللی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که امروز در کاخ سفید نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را میزبانی میکند که کشورهایشان خصومت و دشمنی دیری ندارند. ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشته است که بسیاری از رهبران سعی کردند به جنگ دو کشور خاتمه بدهند ولی نتوانستند، اما اکنون این کار به او میسر شده است. درباره احتمال امضای سازش صلح میان ارمنستان و آذربایجان قبل از برنامه صحبت داشتم با همکارم کیومرث سیاتا و اول از او درباره احتمال امضای یک چنین سازش پرسیدم. بله طاهر، ارمنستان و آذربایجان شاید در آستانه امضای یک سازشنامه تاریخی صلح و یا حداقل اعلام درباره آن قرار داشته باشند و آن هم در واشنگتن. رهبران دو کشور را دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبانی میکند و قرار است نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای گفتگو با آمریکا برود و ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم برای مذاکرات در آنجا خواهد بود. اما هنوز مشخص نیست که این دیدارها چگونه صورت میگیرند، همراه یا جداگانه. هیچ اطلاع دقیق هم در این باره از حکومت‌های کشورها نشر نشده است. اما رسانه‌ها با تکیه به منابع دیپلماتی نوشتند که ممکن است دونالد ترامپ پیش از ملاقات سه جانبه با دو رهبر در روز 8 آگوست یعنی با پاشینیان و علیف جداگانه صحبت کند. با وجود این شاید دو طرف سازش امضا نکنند و تنها از قصد خود برای رسیدن به توافق در آینده نزدیک اعلام بدهند. یک عضو حزب حاکم و کمیته رابطه‌های خارجی پارلمان ارمنستان هم گفته است که هیچ صحبت از امضای سند نیست. ارمنستان و آذربایجان پس از سقوط شوروی و رسیدن به استقلال در سال 1991 برای ولایت کوهستان قره باغ دو بار با هم سخت جنگیدند و بار آخر این سال 2020 که در نتیجه آن آذربایجان قره باغ کوهی را به قلمروی خود وارد کرد. و سوال دیگری که از همکارم پرسیدم درباره یکی از نکات اختلاف میان ارمنستان و آذربایجان کریدوری به نام زنگیزور است. از بس که سر و صدا درباره این کریدور زیاد است، از همکارم پرسیدم آیا اطلاعی هست که سرنوشت آن چه خواهد شد؟ بله، بر اساس سازش آتشبس سال 2020 که با میانروی مسکو حاصل شد و به جنگ خونین 44 روزه در کوهستان قره باغ پایان داد، ارمنستان باید از طریق کریدور یا دهلیز زنگیزور امنیت نقلیات و رفت و آمد را بین خاک آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان در غرب این کشور تامین کند. ارمنستان که تقریباً 40 سال توسط آذربایجان و ترکیه در محاصره زمینی است، پیوسته تاکید کرده است که این راه ترانزیتی باید بخش از روند عمومی بازگشایی منطقه باشد و صلاحیت و تمامیت ارضی ارمنستان را محترم شمارد. سال 2024 به سبب دست نیافتن برای حل مشترک دو کشور گفتند که مسئله کریدور مذکور و حمل و نقل به طور جداگانه از سازش صلح بررسی خواهد شد. باید گویم که صلح پایدار و باز کردن یک راه ترانزیتی از طریق ارمنستان میتواند که قفقاز و آسیای مرکزی سرشار از نفت و گاز را به گذشتن از روسیه و ایران به اروپا بپیوندد، ولی هر دو، هم روسیه و هم ایران، نگرانی خود را از حضور احتمالی آمریکا در منطقه استراتژی سوینیک ارمنستان که با ایران هم مرز است ابراز کردند. در هر صورت طاهر، ما منتظر میمانیم تا ببینیم که ملاقات جانبها در آمریکا با چه می انجامد. تشکر. همکارم کیومرث سیاتا درباره احتمالی سازش صلح میان ارمنستان و آذربایجان صحبت میکرد. گزارشی مفصل در این باره در وبسایت azadi.org.